با سلام خدمت همراهان عزیز، با آموزش تزریق هیپ دیپ در خدمت شما هستیم. بیال ژل بادی رو آماده میکنیم. درپوش رو برمیداریم. نکته‌ای که مهمه، درپوش فلزی هم برمیداریم. از سرنگ گاواژ استفاده میکنیم برای تخلیه ژل و نکات استریلیزاسیون و بهداشتی رو باید کاملا رعایت کنیم. ژل رو از بیال خالی میکنیم. یک سرم نورمال سالین که از وسط نصف کردیم به 2 قسمت تقسیم شده دقت کنیم. حدود 30 cc از نورمال سالین رو داخل ظرفش گذاشتیم، میکشیم داخل بیال ژل میکنیم، بعد رقیق که شد تخلیه میکنیم. بعد از اینکه ژل رو آماده کردیم، از کانولای گیج 18 استفاده میکنیم با یک سرنگی که دقت کنین، سرنگی که قفل شونده و لاک میشه. از همون نیدلی که داخل کانولا هست میتونیم استفاده کنیم. به راحتی ژلی که آماده شده با همون نیدل از داخل ظرف خالی میکنیم. محل تزریق رو بتادین زدیم، با مارکر مشخص کردیم. قسمت دیپ و نواحی خالی رو با سرنگ بیدی با نیدل سی گیج سی بی‌حسی رو در تمام نقاطی که میخوایم تزریق کنیم انجام میدیم به صورت زیر جلدی. داخل جلد و عضله به هیچ عنوان لید و پایی نباید تزریق شه. به صورت 2 تا 5 واحد داخل جلد. کانولا رو سرسوزن، کانولا رو آماده میکنیم برای داخل کردن زیر جلد. از همون نیدلی که داخل کانولا بود استفاده میکنیم، اندازه گیری میکنیم. بعد از ایجاد سوراخ مطمئن شدیم که خونریزی نمیده، میتونیم کانولا رو وارد بافت زیر جلد کنیم. تزریق سابکوتانوس هست. از تزریق داخل عضله و داخل جلد جدا خودداریشه، باعث نکروز میشه. و قسمت انگشت اشاری دست چپ من رو مشاهده میکنید. نگاه کنید، اونجا محل انتهای کانولاست و خروج ژل رو با لمس کنترل میکنیم. کانولا رو که خارج میکنیم به همون صورت، به صورت خطی ژل هم تزریق میکنیم. از همون یک سوراخ جهت ها رو تغییر میدیم و به میزانی که لازم داریم ژل رو تخلیه میکنیم در هر نقطه. اینکه چند سیسی تخلیه شه اون دیگه سلیقه‌ایه، ولی طوری باید باشه که آسیب نرسه به بافت. مسیر کانولا رو عوض کردیم. قبلش جلوی آینه باید این اندازه گیری ها رو انجام بدیم که چه نقاطی رو میخوایم تزریق کنیم.
قابل توجه اینه که بعد از تزریق به زیباجوم میگیم از کپسول های 500 میلی گرمی سیپروفلوکساسین یا آزیترومایسین 500 یا سفالکسین یا سفکسین، هر کدومش که در دسترس بود میشه برای پیشگیری از عفونت ها استفاده کرد. و بعد از تزریق محل تزریق رو بعداً در تصویر مشاهده میکنیم با پماد موسپرین ماساژ میدیم. تنها عارضه‌ای که برای این قسمت ممکنه باشه این که نکروز هست و عفونت. نگاه کنیم به طرز ماساژ دادن، نگاه کنیم به این صورت. با موسپرین اومدیم سطحش رو کاور کردیم. بعد از اینکه ماساژ رو کامل انجام دادیم ما یک گاز استریل محل تزریق رو میپوشونیم و از زیباجوم میخوایم تا 24 ساعت آب به منطقه تزریق نزنن و بعد از 24 ساعت هم ماساژ رو طبق آموزشی که بهشون میگیم انجام بدن. گاز استریل میذاریم، از چسب CM یا ضد حساسیت استفاده میکنیم که حساسیت ندن. و آموزش ها رو حتما بهشون مجدد گوش کنیم. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه.